السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. قصه مردمی که در روز شنبه الله متعال را اطاعت نکردند. این قصه را الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرده است تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از بنی اسرائیل در مورد این قصه پرسان شود. یعنی وقتی بنی اسرائیل فخر میکردند و خود را میگفتند ما فرزندای الله هستیم و دیگر یعنی مردم را انسان حساب نمیکردند، الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای محمد از آنها بپرس قصه کسانی که روز شنبه الله متعال را اطاعت نکردند چی بود. و در ضمن الله متعال این قصه را به رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرد تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم قصه را با پررگی به آنها نقل کند تا اینکه در قصه جای پنهانی نباشد. الله متعال می‌فرماید در سوره اعراف آیت 163 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ای محمد از آنها پرسان شو در مورد دهاتی که نزد بحر بود. این قصه را علما میگویند، یعنی بعضی علما میگویند در زمانه داوود علیه السلام بود. یعنی این قصه در مورد یهودی ها یعنی که بنی اسرائیل در زمانه داوود علیه السلام و آن دهات را ایله می نامد. والله اعلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم از آنها پرسان شد و خودش این قصه را نقل کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ یعدون فی السبت اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا. یعنی الله متعال به مردمی که پیش از موسی علیه السلام بودند، پیش از داوود علیه السلام بودند، روز جمعه را روز مبارک قرار داده بود. ولی وقتی مردم گمراه شدند، یهود و نصارا گمراه شدند، این روز را الله متعال از آنها گرفت. روز جمعه را از آنها گرفت. برای یهود روز شنبه شد و برای نصارا روز یک شنبه. الله متعال بر بنی اسرائیل یک امتحان را نازل کرد. امتحان چنان بود روز شنبه بر آنها همه کار حرام بود بجز عبادت. شکار کردن حرام بود، کشت و کار حرام بود، هر کاری که بود بجز عبادت حرام بود. و مردم ایله در نزدیکی بحر زندگی میکردند، در ساحل زندگی میکردند، کارشان شکار ماهی بود. روز شنبه ماهی بسیار میشد، حتی که شخص میتوانست که با دستش ماهی را شکار کند. اما دیگر روزا از روز یک شنبه تا روز جمعه ماهی کم بود. یعنی میشد که روزی از روزها شکار یگان ماهی نمیشد، شکار کردن نمیتوانستند. این بر آنها بسیار امتحان سخت بود. وقتی روز شنبه لب آب می آمدن ماهی چنان زیاد بود که با دست یعنی شکار کرده میتوانست، اما دیگر روزها نبود. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. و دیگر روزا ماهی نمی آمد، کم بود. کذالک نبلوهم بما كانوا یفسقون. یعنی این چنین الله متعال می فرماید این چنین ما آنها را امتحان میکنیم. و چی سبب؟ به سببی که الله متعال را اطاعت نمی کردن، فاسقی می کردن. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. بنی اسرائیل در اینجا سه تقسیم شدند. قسمت نهی از منکر میکرد، پرهیزگار بودند.
قسمت نهی از منکر نمیکردند، الله متعال را اطاعت میکردند ولی میگفتند ما کاردار نیستیم، و قسمت دیگر گناهکار بودند. خب وقتی که ماهی چنان زیاد شد، دیگر گروهی که بسیار ضعیف بودند، ایمانهاشان بسیار ضعیف بود، آنها گفتند دیگر ما طاقت نمیتوانیم کرده، ماهی در نزد ما است، روز شنبه شکار کرده نمیتوانیم، باید حیله را فکر کنیم. یکی از آنها گفت من روز شنبه شکار نمیکنم، یعنی روز جمعه تور خود را در بحر میمانم و روز یک شنبه تور را میبردارم. یعنی روز شنبه، روز جمعه وقتی تور را در آب میماند، همون اسبابی که شکار میکند با اون را در بحر میماند، روز شنبه ماهی زیاد میشود، در آن میدراید، بند میشود، محکم میشود و روز یک شنبه آن تور را از آب میگیرد و پر از ماهی است. وقتی مردم دیدند که آن شخص شکار میکند، میخورد و یعنی هیچ مشکلی برای اون نیست، پرسیدن چی کار میکنی؟ و حادثه را نقل کرد که روز جمعه تور میگذارد، روز یک شنبه میگیرد. مردم هم یک گروهش مثل همان کردند و آهسته آهسته با گذشتن زمان آنها روز شنبه را هم شکار میکردند. اکنون نافرمانی از اوامر الهی شد و دیدند که دیگر عذابی نیست و با آسانی چیکار میکردند؟ شکار میکردند. وقتی مردم صالح، مردم پرهیزگار آنها را نصیحت میکردند، گروه دومی که الله را اطاعت میکردند ولی نصیحت نمیکردند چی گفتند؟ و اذ قالت امة منهم، یک گروهی از آنها گفتند لما تعظون قوما الله مهلكهم، چرا آنها را نصیحت میکنید؟ آنها را الله متعال هلاک میکند، عذاب میدهد، نصیحتشان نکنید. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، نصیحت نکنید، بیفایده است، آنها را کاردار نشوید. فلما نسوا ما ذكروا به انجینا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون. وقتی فراموش کردند، اوامر الهی را فراموش کردند و گناه را از پشت گناه کردند، فسق و فساد کردند، برای نفس دنیایی ماهی را شکار میکردند، الله متعال بر آنها عذابی را نازل کرد. مردم پرهیزگار گفتند باید ما بین خود و بین آنها یک دیواری بسازیم تا اینکه وقتی عذاب الهی نازل میشوند بر ما نازل نشود. مردم پرهیزگار، مردم نیک از عذاب الهی میترسیدند و بین خود دیواری کردند، یک دیواری بنا کردند. اکنون هر کسی که ماهی شکار میکرد روز شنبه گناهگار بود، از دیگر طرف دیوار جمع شدند و همه آنها به شکار ماهی روز شنبه بودند. روزی از روزها وقتی سحر خیستند دیگر آوازی را نشنیدند، یعنی مثل هر وقت روز سحر میخیستند از آن طرف دیوار آواز می آمد، از آن طرف مردم از پشت شکار بودند، از پشت زندگی بودند، ولی سحر خیستند دیگر آوازی را نشنیدند. گفتند چی شده باشد، در خواب مانده باشند، چرا از آن طرف آواز نیست؟ وقتی که یکی از آنها به بالای دیوار چخید، به بالای دیوار برآمد، دید که همه آنها میمون و خوک شدند. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. وقتی آنها اوامر الهی را اطاعت نکردند، الله متعال با آنها امر کرد، یعنی
عذاب الهی بر آنها نازل شد که شوید میمون شوید. در آیات دیگر الله متعال فرمودند و جعل منهم القردة والخنازیر، یعنی بعضی را الله متعال میمون کرد و بعضی دیگر را خوک کرد. وقتی از بالای دیوار برآمد دید گروه خوک و گروه میمون شده است. دری دیوار را کشودند و در آمدند که دیگر همه تمام شده است. عذاب الهی بر آنها نازل شده است. هر یک از آن میمون ها و خوک ها به نزد خویش و تبار، به نزد رفیقان خود می آمدند و دیگر زبانی نبود برای سخن کردن. گریه می کردند، آب دیدشان می برآمد ولی سخن کردن نمی توانستند. مردم صالح با آنها می گفتند آیا ما شما را نصیحت نکردیم که عذاب الهی سخت است، عذاب الهی نازل می شود بر شما؟ ولی دیگر دیر شده بود، دیگر دیر شده بود. عذاب الهی بر آنها نازل شد و آنها اون خوک و میمون ها را در بیابان رها کردند. آنها آهسته آهسته همه آنها مردند و از آن خوک و میمون ها دیگر نسل باقی نمانده است. یعنی نباید بگوییم که خوک و میمون ها از آنها هستند. از آنها دیگر یگان فرزند و دیگر یگان چیزی نمود. یعنی آنها همون طور به همون عذاب هلاک شدند. در این دنیا عذاب الهی بر آنها نازل شد و در آخرت عذاب الهی سخت تر است. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در زمان، یعنی در همین زمان، در همین امت گروهی می شود که زنا و عرقخوری و موسیقی و دیگر کارها را برای خود حلال می دانند، گناه را از پشت گناه می کنند. الله متعال آنها را هم به خوک و میمون ها مبدل می کنند. الله متعال همه ما و شما را نگهدار باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.